سلام به همگی. امروز قراره با هم یاد بگیریم که چطور هر مکالمه انگلیسی رو با اعتماد به نفس شروع کنیم. موضوع امروزمون احوالپرسیه. با چند تا عبارت ساده خیلی راحت میتونین سر صحبت رو با بقیه باز کنین. پس بزن بریم. تا حالا براتون پیش اومده که بخواین با یکی انگلیسی صحبت کنین ولی ندونین چجوری باید شروع کنین؟ این سوال خیلی هاست، اما اصلاً نگران نباشین، چون جوابش خیلی ساده تر از چیزیه که فکر میکنین. تا چند دقیقه دیگه تمام ابزارهایی که لازم دارین رو بهتون میگم. این جمله میدونین اصل مطلب رو میگه. احوالپرسی فقط یک کلمه ساده مثل سلام نیست، در واقع یه جورایی مثل یک کلیده که قفل هر مکالمه‌ای رو باز میکنه. این اولین قدم برای ساختن یه پل ارتباطی با دیگرانه. بسیار خوب، بریم سراغ اولین قدم. اینا همون عبارتهای اصلی و کلیدی هن که واسه شروع هر مکالمه‌ای لازمشون دارید. خب حالا میرسیم به یه نکته خیلی مهم. باید تشخیص بدیم که تو چه موقعیتی هستیم. باید رسمی حرف بزنیم یا خودمونی یا دوستانه. اینکه چه کلمه‌ای رو انتخاب میکنین میتونه کل برداشت طرف مقابل رو از شما عوض کنه. اینجا رو ببینین، تفاوت اصلی کاملا مشخصه. هلو یه جورای گزینه امن و مطمئنیه. مثلا فکر کنین توی یه جلسه کاری هستین یا دارین با یه غریبه صحبت میکنین، هلو بهترین انتخابه. اما وقتی پای دوست و خانواده وسط باشه، های یا هی خیلی رایج‌تر و خودمونی تره. حالا جالبیش اینجاست که حتی بین سلام‌های خودمونی هم تفاوت‌های کوچیکی هست. های هم مؤدبانه است هم دوستانه. ولی هی یا هیو یکم خودمونی تره، انگار یه پله صمیمی تر میشین. اینو بیشتر بین رفقای خیلی نزدیک به کار میبرن. خب تا اینجا یاد گرفتیم چجوری به یه نفر سلام کنیم. ولی اگه یهو وارد یه جمع شدیم چی؟ این یه موقعیت خیلی رایجه. بیایم ببینیم اون موقع باید چی بگین. این 3 تا عبارت عالی‌ان. خیلی هم کاربردی‌ان. وقتی وارد یه اتاق میشین که چند نفر نشستن، هر کدوم از اینا رو بگین حله. یه نکته جالبم اینه که بعضی وقتا حتی برای سلام کردن به یه نفر هم میتونین ازشون استفاده کنین. اینو حتما زیاد شنیدین. Hey guys، این دیگه ته عباراتهای خودمونی برای سلام به یه گروهه. یه نکته مهم، guys اینجا فقط برای آقایون نیستا، برای یه گروه که هم خانم توشه هم آقا هم استفاده میشه. یعنی همون بچه‌ها یا رفقای خودمون. پس حسابی به دردتون میخوره. خب آماده این بریم یه مرحله بالاتر؟ بعضی وقتا یه سلام میتونه هم سلام باشه، هم یه سوال برای شروع گفتگو. یه جورایی یه تیر و دو نشون. اینجوری خیلی سریعتر میتونیم بحثو باز کنین. این یکی شاید کمتر به گوشتون خورده باشه. Howdy. این در اصل همون how do you do خودمونه که خیلی خودمونی و خلاصه شده. یه سلام دوستانه که معنیش میشه چه خبر و بلافاصله مکالمه رو شروع میکنه. و اما میرسیم به یکی از معروفترین ها. What's up؟ اینو دیگه احتمالاً همه جا شنیدین. یه راه خیلی خودمونی و رایج برای احوالپرسی و دقیقاً یعنی چه خبر یا چطوری ما. حالا یه نکته خیلی به درد بخور. تو مکالمه‌های سریع و خودمونی کمتر کسی خیلی شمرده میگه واتساپ. به جاش چی میگن؟ میگن واتساپ یا حتی از اونم خلاصه تر ساپ. اینا رو بشناسین تا اگه توی مکالمه واقعی شنیدین جا نخورین. خب بریم سراغ یه مهارت خیلی کاربردی تو زندگی روزمره. وقتی میخوایم به یکی بگیم سلام ما رو به یه نفر دیگه برسونه، چی باید بگیم؟ این یه عبارت خیلی مؤدبانه و مفیده. ساختارش خیلی ساده است، مثل یه فرمول میمونه. اول میگین say hi to، بعد اسم اون شخص رو میارین و در آخرم یه فرمی بهش اضافه میکنین. تمام. مثلا say hi to your brother for me، یعنی سلام منو به برادرت برسون. خب وقتی یه تمرین کوچولو حاضرید، فرض کنین میخوایم به دوستتون یه سلام خودمونی بگین. چی بهش میگین؟ آفرین، بهترین گزینه‌ها همون های یا هی هستن. عالیه. بریم سراغ چالش دوم. چجوری به انگلیسی میگین سلام من را به پدرت برسون؟ یه لحظه فکر کنین. جواب درست اینه say hi to your father for me. فوق‌العاده‌ایت. و حالا سوال آخر که از خودتون باید بپرسین. یه نگاه به زندگی روزمره‌تون بندازین. کدوم یکی از این سلام‌ها بیشتر به دردتون میخوره؟ همین امروز یکیشو انتخاب کنین و دفعه بعدی که فرصتش پیش اومد ازش استفاده کنین. یادتون باشه بهترین راه یادگیری همینه، تمرین کردن.